خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازیم. چون خداوند را طلبیدم مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس‌هایم خلاصی بخشید. به سوی او نظر کردند و منور گردیدند و رویهای ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگی‌هایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او است. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او است. اردو زده ایشان را میرهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوش به حال کسی که بدو توکل می‌دارد. خوش به حال کسی که بدو توکل می‌دارد. ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی میکشند و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال، بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می‌دارد تا نیکویی را ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لب‌هایت را از سخنان حیله آمیز. از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منتقع سازد. چون صالحان فریاد برآورند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی‌های ایشان رهایی بخشید. خداوند نزدیک شکسته دلان است. خداوند نزدیک شکسته دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. اینا همه قولای خداست. همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکسته نخواهد شد. شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح معزخ خواهد شد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد کرد. از آنانی که بر او توکل دارند مؤاخذه نخواهد کرد. بچه ها میدونین وکیل ما روز آخر کیه؟ میدونین اون کسی که میاد و ما رو قضاوت میکنه در روز قیامت کیه؟ میدونین کیه که میاد ماها رو که فرزنداشیم توی این زمین بهش ایمان آوردیم رهایی میده؟ فقط و فقط مسیحه. اول جایگاه کلام خدا، جایگاهی که کلام خدا داره، باید اون جایگاهی که مسیح خودش به ما شخصا تعلیم داده بدونیم کجاست. او ما رو در مورد چیزهایی که کتاب مقدس میگه، یعنی چی؟ یعنی برکاتی که
کتاب مقدس میگه تعلیم اوردی داده و دعا کرده برای ما که شادی بیابید. یادتون الان کتاب مقدس رو خوندیم، گفت چی؟ دعا میکنم که شاد باشید. شادی که هیچ کس، هیچ شرایطی، هیچ قیمتی قادر نیست از شما بگیره. این شادی خداوند توی آیاتی که با شاگردانش داره صحبت میکنه و بهشون میگه خوش باشید، میفرماید اگرچه محیط و اموری که اطراف شما هست برای شادی شما نیست، ولی شاد باشید. مسیح اون بالا خونه که شاگردان رو جمع کرده دور همدیگه و داره نشوندتشون و آخرین حرفایی که داره بهشون میزنه اونها دارن گوش میکنن، دقیق دارن میبینن مسیح داره چهشون چی میگه. صحبت ها اینه که من میرم برمیگردم، میرم برمیگردم. آقا این شاگردا گیج شدن، میگم بالاخره میخواد چیکار کنه؟ میخواد بره برگرده بمونه؟ اصلشون میخواستیم اصلا این شاگردان نمیفهمیدن مثلا چی. این افرادی هستند که اونجا نشستن دارن با هم دیگه پیچ پیچ میکنن، دارن با هم دعوا میکنن، دارن میگن کی بزرگتر از کیه، دارن میگن که اگه این بره کی بعدمون میشه، اگه این چی. آقا استریت فوروارد نمیرن از خود مسیح بپرسن آقا برنامه چیه. در اون زمان هم که لغا رو نداشتن تو جیبشون در بیارن تا آخر جریان رو بخونن ببینن چه اتفاقی افتاده. فقط جریان رو کی میدونست؟ خود مسیح میدونست. گفتم یه دلیل روح القدس رو نگرفته بودن. دلیل دومشون این بود که 3.5 سال زندگیشون رو گذاشته بودن، زن و بچه‌شون رو گذاشته بودن، کاسبیشون رو گذاشته بودن، همه چیشون رو گذاشته بودن و به دنبال مسیح راه افتاده بودن. نگرانی ها اومد تو کلشون که این چی شد؟ ما زندگیمون رو ترک کردیم، زن و بچه‌مون رو گذاشتیم، تنها چیزی که می‌خواستیم دنبال این بریم، حرفای قشنگ اینو گوش کردیم، موعظه‌های قشنگ اینو گوش کردیم، کارهای عظیمی که این میکرد نگاه کردیم، تعلیمات عالی که این میداد گوش میکردیم. چی شد؟ مسیح بهشون میگه شاد باشید و این شادی را هیچ کسی به شما نخواهد داد جز من افتخار میکنم سرباز خداوندم. میدونی چرا؟ پتروس وقتی راه میرفت سایش 3000 نفر شفا میداد. من و شما از پتروس کمتر نیستیم. میگه ایمان بیار، از پتروس بیشتر میکنی. ایمان بیار، از من بیشتر میکنی. این میگه منظورش. عزیزان باید به کلام خدا وصل بشیم، با قدرت دعا کنیم از پدر به نام پسر. تا وصل نشی میگه شما دعا نکردید. من نمیگم، کلام خدا میگه. آیه 27 میگه بروید به حضور پدر چون خود پدر شما رو تک تک دوست داره. چرا دوست داره؟ به خاطر اینکه شما منو دوست دارید و شما وقتی که منو دوست دارید پدر شما رو دوست داره. میدونید برای چی ما رو دوست داره؟ برای یک چیزی. ایمان آوردیم که مسیح کفاره گناهان بشه. گفتم بهتون عزیزان، مسیح میگه که شما میدونید که در جلال من، در اقتدار من، در ثروت من، در حیات من، در پادشاهی من با من شریکید. اوکی؟ ولی اینه داره به همون میگه برای پیروزی که من دارم، برای که من پیروز شدم
و شما شریک من هستید، شما پیروزید. اوکی؟ میگه در سختی ها، در تنگی ها شاد باشید. چرا باید شاد باشیم؟ چون ما اون با ماست. پیروزی اون پیروزی ماست و ما رو ول نمیکنه. میگه که این پیروزی رو هیچ کس از ما نمیتونه بگیره، چون مسیح پیروز شد در روی صلیب و ماها شاهدش هستیم و ماها ایمان آوردیم بهش و به اون پیروزی عظیمی که اون پیروز شد، تک تک شماها پیروز شد. اصلا میگه قصه نخورید. زمانی که گرفتاری ها میاد، قصه ها میاد، غم ها میاد، تا اونجایی که شما رو اذیت میکنه من میذارم بکشتش. تا اونجایی که تحملش رو داریم، تا اونجایی که تحملش رو داریم من میذارم شما بریم جلو. بعدش بر نمیدارم. یادتون باشه خدا بر نمیداره چیزی رو، تبدیل میکنه. بر نمیداره، تبدیل میکنه. اوکی؟ بعدی رو به خوبی چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه. چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه. نهار نخوردیم. چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه. آمین. دعا کنید لطفاً. خداوند رو شکر میکنم، تشکر میکنم ازت برای کلام زیبای خداوند. خداوند کمکمون کن این شادی که تو ازش صحبت میکنی و میدونم خیلی از ما داریم این شادی رو که باهاش داریم زندگی میکنیم و اگر کسی نداره، عیسی مسیح کمکش کن که به کلامت وصل بشه و این شادی رو از تو بگیره. خداوند کمکمون کن که از طریق پدر به نام پسر آن چیزهایی که تو برای ما مهیا کرده در آسمان به ما رسیده بشه. خداوند در نام قدوس عیسی مسیح دعا کنم.